دست من اگه تا آخرش اینجا باشه ناراحت میشین؟ خیلی نورش زیاده. خب ما معمارا مثل مغازه‌دارا نیستیم که مشتری بیاد توی مغازه دلش خواست بخره دلش نخواست بره و در نهایت چه بخره چه نخره رفته. ما معمارا با انسان در تعامل طولانی هستیم. یه تعامل طولانی با کارفرما داریم و یه تعامل خیلی خیلی طولانی تر با کاربر اون فضا که حالا من کاری به اون بخش طراحیش و تأثیری که توی اون تعامل با کاربر داریم و اصلا کاری ندارم. صحبتم راجع به تعامل با کارفرماست. برای اینکه یه تعامل مثبت با کارفرما داشته باشیم همه کار میکنیم. کلاسای مذاکره میریم، روانشناسی یاد سعی می‌کنیم یاد بگیریم، قراردادامون رو اصولی میکنیم، یاد میگیریم چطور خودمون رو پرزنت کنیم، مارکتینگ و بازاریابی و همه چی یاد میگیریم. ولی میخوام اینو بهت بگم که باز هم قرار سورپرایز بشیم. باز هم با تمام تجربه و تمام دانش و بینش و هر چیزی که فکر میکنی احتمال این وجود داره که یه نفر سرت کلاه بذاره، یه نفر حق تو بخوره. به خودت بیای یهو ببینی که با اینکه میدونستی ولی 200 تا ادیت داری انجام میدی. نمیتونیم زره آهنی بپوشیم و خودمون رو توی یه جنگ دائمی با بازار و کارفرما و هزار تا چالش دیگه تصور بکنیم. ازت میخوام مایندست رو تغییر بدی و اینجوری به این داستان نگاه بکنی که این شغل منه، من تمام چالش‌هاش رو پذیرفتم و قراره 30 سال توی این شرایط دوام بیارم. تهش یهو به خودمون نیایم ببینیم که شاید 50 سالمون نه از جوونیمون لذت بردیم، نه از شغلمون لذت بردیم، چون شرایط زیستی ما متاسفانه توی این کانتکستی که قرار داریم اینه که توی چالشیم. هی باید بیشتر و بیشتر کار کنیم و اگر که این کار قرار باشه که روی مخ ما باشه خب کیفیت زندگیمون رو پایین میاره دیگه. نمیدونم چطوری ولی باید تمام تلاشمون رو بکنیم که خودمون رو توی یه جنگ تصور نکنیم. کارفرما یه نفره که نیاز به مشاوره و تخصص ما داره، ما هم این رو در اختیارش قرار میدیم با چارچوب و دیسیپلین خودمون و در آرامش. این مایندست مقابله با کارفرما نباید توی ما وجود داشته باشه.